Davom میکنیم. مثلا یک مثال از کتاب گرفتم. نمود عمومی فونکسیای ابتدایی رو برای فونکسیای x کвадрат در فاصله از مینوس b تا b میابیم. یعنی بیاین اینا با اشارت ها نویسیم. چی در کار بود؟ ما گفتیم که اینتگرال است. اگر ابتدایی اگر ما از ما خواهند همین چی هم وقت میبیاید و در آخر هم وقت پلوس 3 می‌نویسیم. و در اینجا چی می‌نویسیم؟ من در اینجا بین دو همین اشاره فونکسی که به من داده شده است یعنی x کвадрат رو می‌نویسیم و از ما میخواد که فونکسی ابتدایی رو یابیم. فونکسی رو چی میابیم؟ بیاین برای این کار کردن قاعده دوم رو پیشنهاد کنم. قاعده دوم این: اگر شما اینتگرال داشته باشین و x هم وقت x در درجه n dx این به چی برابره؟ قاعده خیلی است. درجه به یک زیاد می شود یعنی n جمعیت و این رو در صورت می نویسیم. در مخرج باز هم n جمعیت می نویسیم یعنی پلوس 3. از روی همین قاعده این مثال به چی برابر می شود؟ نیا کنید. در اینجا x کвадрат است یعنی ما چی گفتیم؟ قاعده 2 جمع 1 باید کنم. 2 جمع 1 در مخرج باز 2 جمع 1 یعنی باز اگر ساده کنیم x در درجه 3 تقسیم 3 جمع 3 نوشته میتونیم. یک چی رو از خاطر نبراریم. n باید از مینوس 1 فرق کند. اگر مینوس 1 شود دیگر قاعده است. این قاعده رو استفاده برده نمیتونیم. چون برای چی پلوس نمیتونیم؟ چون که مینوس 1 جمع 1 این درجه 0 پرابلم نیست. لیکن در مخرج مینوس 1 جمع 0 در مخرج ما یگان وقت 0 نوشته نمیتونیم. یعنی این قاعده برای چی لازم است؟ مثال x کвадрат ممکن آسان باشد. اش ما x رو از کدام فونکسی حاصل کدام فونکسی باشد ممکن آسان باشد. لیکن x درجه 5 بعض فونکسی ها شما ندیدگین یعنی دیدنم شرط نیست. لیکن این قاعده رو استفاده برده میتونیم. بیاین مثال نویسم. مثلا گوییم که با شما فونکسی داده شده است بگذار چی باشد؟ x درجه 5 و میخواد که از ما فونکسی ابتدایی رو یابیم. ما چیکار میکنیم؟ یعنی فونکسی ابتدایی رو از ما پرسد ما مینویسیم x در درجه 5 dx هم وقت میباید و روی دوم فرموله خود رو استفاده میبریم. یعنی چی میگوید؟ 5 جمع 1 پلوس 3 یعنی این برابر است با x در درجه 6 تقسیم 6 پلوس 3 است. این یک نمود. دوم نمود مثلا با شما فونکسی f داشتنش ممکنه 1 تقسیم x در درجه 10. این رو چی میابیم؟ قاعده رو استفاده میبریم. نیا کنیم در قاعده ما x درجه بود. یعنی ما این مثال رو دیگر نوشته میتونم از روی قاعده های درجه x درجه مینوس 10 نوشته میتونم و از اینجا چی برابر میشد؟ x در درجه مینوس 10 dx و چیکار میکنم؟ درجه رو پلوس 1 میکنم و در مخرج مینوس 10 جمع 1 پلوس 3 یعنی این در آخر مینوس 9 پلوس 3 یا اینکه ساده با نوشته میتونید 1 تقسیم مینوس 9 x درجه 9 پلوس 3 هم نوشته میتونه. با یک سوال کار کنم از روی ریشه ها. اگر به شما فونکسی داشته باشد بگذار ریشه x باشد و میگوید که فونکسی ابتدایی این رو یابین. چیکار میکنیم؟ برای فونکسی ابتدایی رو گفتن قاعده من x در درجه باشد. لیکن ما میدونیم که ریشه درجه نوشته میتونم. یعنی من این شکلش رو عوض کنم این خیلی نوشته میتونم و از اینجا معلوم میشود که x درجه 1 تقسیم 2 dx باز من قاعده رو استفاده میبرم 1 تقسیم 2 جمع 1 1 تقسیم 2 جمع 1 پلوس 3 یعنی x در درجه 3 تقسیم 2 3 تقسیم 2 پلوس 3. شما این رو میتونین با شکل ساده یعنی اگر تستی باشه مثال ها البته شکل ساده می نویسم. من این رو خیلی نوشته میتونم 2 تقسیم 3 3 تقسیم 2 نوشته میتونم پلوس 3 یا اینکه با 2 تقسیم 3 در ریشه میگیرم x کوب پلوس 3 یعنی شکل ساده آن. این از دوم قاعده.